رومینا اشرفی، غنچه‌ای که نشکفته پرپر شد. داستانی از وارناویچ. مثل یک ترانه غمناک که بارانی می شود، مثل یک نگاه که گل می دهد در کنج زلال دلی، مثل بهار یک پرنده که آشیانه می سازد بر شاخساران انبوه تک درختی در باد، مثل رقص بنفشه های کنار جویباری در دامنه های سرسبز کوهستان، مثل پژمردن شادمانی در دست های تاریک اندوه، مثل جوانه های مضطرب یاس در دل طوفان، مثل سیمای غروب آفتاب در رنگ کهربایی افق، روزگاری نه چندان دور در قریه سپید سنگان دیار تالش جوانه زد غنچه غریبی در شورزار ظلمانی حیات، که تقدیری خصمانه در کمینش نشسته بود تا آن نوشگفته را در دم پژمرده کند. نام وی رومینا بود، دخترک 13 ساله‌ای که نفس می‌کشید در هوای خانه‌ای که از مهربانی رنگ بویی در آن یافت نمی‌شد به جز یادگارهای پوسیده و ذهن‌های متوهم. هیچ در آن حاکم نبود و عشق و محبت چون ابرهای اسیر باد هماره در پس کوهستان‌های دور دست پراکنده گشته و پنهان از دیدگاه معصوم و مشتاق او بودند. در چنان حال و هوایی دل نحیفش چونان کبوترکی زخمی آرزوی پرواز داشت و چون نگارنده‌ای خام دست به نگارش رویاهایی میزد که تار و پودشان رنگ و بوی مهر و محبت داشتند. باری چنین بود که مردی بهمن نام 35 بهار از عمرش سپری شده، بی آنکه بداند عشق با دل کودکانه دخترک چه ها خواهد کرد، بذر دلدادگی در دل خرد او کاشت. به دخترک واله و شیدا از سرای غمبار پدر گریخت و پناه را در سایه مرد غریبه‌ای جست که میپنداشت شهسوار رویاهای شیرین اوست، غافل از آن که آینده چنگالهای خونینش را برای دریدن او تیز کرده است. این بود که از پس غیبت او دیری نپایید که جیره‌خواران قانون که به بندیان آیین بیشتر شباهت داشتند تا به نگهبانان عدالت، با شکایت پدری که دیگر پدر نبود دخترک را باز یافتند و چون پرنده‌ای هراسان در قفس و بدون آنکه به زاری و زجرش وقعی گذارند که میگفت مرا به دست او نسپارید که خنجر نهفته اجل در آستینش هویداست، وی را به دستان نفرینی پدر سپردند، به دریغا که عهدی پذیرای سخنان دردناکش نشد، چرا که گوشها کر بود و دلها سنگ. و بدین سان او را چون گنجینه‌ای مسروقه به سرای شوم پدر اهریمنیش روانه کردند. پدر دوزخی که زهری در دل داشت و به نیرنگ لبخندی بر لب دخترک را در آغوش گرفت تا از هراسش بکاهد. وانگاه شب نفرینی چون فرا رسید به سایه ظلمت گسترده شد به سراسر خانه را فرو بلعید. پدر به حیله مادر دخترک را در کنج اتاقی محبوس کرد، به خود داس را که هنوز از خون سبز گیاهان بوی مرگ میداد در دست گرفت. آنگاه چونان اهریمنی مست بی هیچ ترحمی با گام‌های محکم پا به خوابگاه دختر نهاد. دخترکی که در بستر خویش شاید در خواب لبخند میزد به رویای فردایی که هرگز فرا نمی‌رسید.
با ورود پدر در اتاق زوزه‌ای کرد و دخترک بی پناه با هراس از خواب بیدار شد. پدر را با داس بر فراز سر خود دید و به درستی دانست که پدر از بهر کشتن وی آمده است. پس با وحشتی مضاعف به زاری و زجر او را از این جنایت هولناک برحذر داشت. هنگامی که پدر روی سینه‌اش نشست تا کار پلشت خود را سرانجام بخشد، دخترک بی پناه در واپسین تلاشش بدو گفت: ببین پدر، به من نگاه کن، منم دخترکت، به چهره‌ام نظر کن، به چشمانم بنگر. من شبیه تو نیستم؟ مگر خون تو در رگ‌های من جاری نیست؟ آیا می‌خواهی خون خودت را بر زمین بریزی؟ و تلخ گریست. پدر اما عفریت تعصب دیدگانش را کور کرده بود و با شقاوتی بی‌نظیر داس مرگ را بر گلوگاه سپید یاسی فرود آورد و سر از تن ظریف آن ناغنچه جدا ساخت. شب به زاری درآمد، به خون گریست، به ماه از شرم در پس ابرها نهان گشت. ستارگان به سوگواری نشستند و نسیم شبانگاهی ورسه‌ای نانوشته را در کوچه پس کوچه های سپید سنگان پراکنده کرد. این سرنوشت رومینا نبود، این سرنوشت دهشتناک آدمیزاده‌ای بود که هرگز نتوانست قلب خود را با دنیای بیرون و زیبایی‌های آن سازگار کند. در آن شب سرد، پس از آن که نهال معصومیت و زندگی رومینا از ریشه کنده شد، تنها چیزی که در آن اتاق باقی ماند صدای فریادهای دلخراش یک تاریخ بود که در گوش زمان پیچید و تا امروز شاید هیچ کس حقیقت آن را به درستی در نیافت. آن صدا هنوز در کالبد شب‌های سپید سنگان لرزه بر سایه‌های هولناکی که در آنجا پرسه می‌زنند می‌اندازد. صدای فریادی که همواره می‌تپد در دل هر آن کسی که برای حقیقت و عدالت می‌جنگد و عشق را برازنده ترین جام در اندام زندگی می‌داند. پدر به خاطر آن جنایت هولناک تنها به تحمل 9 سال زندان محکوم شد و سرافکندگی دادیاران و دادرسان را بر پیشانی تاریخ رقم زد و این گونه بود که رومینا در آغوش خاک نیارمید. او در خاطر هر دخترک بی پناه، در اشک هر مادر داغدار، در فریاد هر عاشقی که بر بیداد می‌شورید و حتی در عطر شالیزاران رقصان از وزش نسیم صبحگاهان نفس می‌کشید و یادش جاودانه جاری شد چونان عطری سیال در رگان زلال خاطره‌ها.